همه چیز به او لبخند میزد و زندگی با مهربانی به پیشوازش میآمد. به حقیقت پیوستن آرزوها چه دلپذیر بود. سلام، من خاطر پریش هستم و امروز قرار قصه یکی از عزیزترین کتاب‌های زندگیم رو بگم که چه به لحاظ خوانشش، یعنی اون لحظه هایی که من با اون کتاب گذروندم، چه به لحاظ اتصالی که با آدم‌های زندگی من داشته و چه از نظر محتوا و قصهش جاش تو قلب من محفوظه. و این رو هم جلو میگم که به واسطه همه این چیزایی که گفتم ممکنه یه جاهای سوگیری داشته باشم نسبت به کتاب و خیلی خوشحال میشم که این ویدیو به دست تعداد بیشتری از آدمایی که این کتاب رو خوندن برسه که اگر من سوگیری دارم نسبت به این کتاب مشخص شه. و حالا البته من مثلا تموم تلاشم میکنم که حسم رو رقیق شده تر به شما انتقال بدم که اون بار شخصیش برداشته شه. هرچند فکر میکنم اصلا این میتونه سازنده هم باشه به درجات، یعنی نظر شخصی سازی شده من در مورد این کتاب چه بسا بر اساس سوگیری ممکنه برای یک نفر جهتگیری مثبت و منفی داشته باشه و این جهتگیری خوب باشه براش. به هر حال میخوام از جایی شروع کنم که این کتاب وارد زندگی من شد. من اول یا دوم دبیرستان بودم اگر اشتباه نکنم که یه سری امتحانات پایان ترم داشتیم و من با صمیمی‌ترین رفیق اون زمانم که حدود 10 سال دوست بودیم با هم تصمیم گرفته بودیم که بریم کتابخونه عمومی شهر قزوین و مثلا از مدرسه بریم اونجا درس بخونیم تا عصر و با هم دیگه مرور کنیم و تمرین کنیم و از اینجور مسخره بازی ها. و ما وسطش میرفتیم یه ناهاری میخوردیم و یه چرخی توی کتابخونه میزدیم. حالا کتابخونه هم چنگی به دل نمیزد چون مثلا خیلی از آثار مهم رو نداشت یا مثلا جنگ و صلح جلد اولش بود جلد دومش نبود و همون سری هم فقط داشت، یعنی یکی جلد یکو برده بود تو نمیتونستی کاری کنی و وای میسادی اون برگردونه. به هر حال کتابخانه غنی نبود، قابلش ممکن بود عناوین جالبی ببینیم، یه چیز آشنا ببینیم، هم نشون بدیم، یه ورقی بزنیم و برگردیم سر درس. یکی از روزها توی همین گشت گذارها من این کتاب رو دیدم. البته این کتاب رو خریدم و این عنوان رو دیدم و کلا این کتاب بلامی اثر گیدو موپاسان فقط همینطوری چاپ شده، یعنی همین انتشارات مجید آقای شهری همین درجه طی سالها فقط همین رو ما ازش داریم. من چیز دیگه حداقل ندیدم هر چقدر سرچ کردم. تفاوتش اینه که اون موقع فکر کنم جلدش سخت نبود اون چیزی که من تو کتابخونه دیدم. خب راستش برای یک نوجوان، یک دختر نوجوان هم جلدش جذاب بود واقعا. عکس این آقای هنوز برای من جذاب، دروغ چرا، یه کشش عجیبی داره و ماجراشم خوندم و یعنی پشت جلد خوندم و گفتم خب جالبه و شروع کردم بخوندم و با خودم بردمش، امانت گرفتم بردم و بعد تو روزهای بعدی که هم میومدم کتابخونه این همراه من بود، تو کیفم بود که موقع استراحت بخونم. اون موقع بیشتر خوره کتاب بودم نسبت به الان و مثلا 2-3 روز بعد از اینکه این کتاب رو امانت گرفتم توی استراحت با دوستم درآوردم ورق زدم و یه سنتی که اون موقع ما با هم داشتیم برای هم دیگه کتاب میخوندیم، یعنی بلند واسه هم میخوندیم، واکنش چهره‌ای همو میدیدیم و این خیلی کار جذابی بود. وقتی این کار با هم میکردیم و من درآوردم برای شروع کردم خوندم 20 صفحه 30 صفحه 40 صفحه، بعد خسته شدم دادم این کتاب اون خوند من خوندم و کتاب تموم شد و شب شده بود. ما همونجور سالن کتابخونه نشسته بودیم زمین و این رمان رو تموم کردیم. این واقعا یکی از بامزه‌ترین و پاکترین خاطرات کتابی منه که خیلی بابت این تجربه خوشحالم.
و خلاصه این شد که همون موقع فیلمی هم که از اون کتاب ساخته شده رو دیدم که حالا تو این ویدیو صحبت زیاد دارم راجع به اون فیلم و خب خیلی هیجان انگیز بود. قبول دارم که خب ماجرای این کتاب یه جوریه که الان تعریف کنم متوجه میشید که خب قاعدتا برای یه نوجوان خیلی جذابه، مخصوصا فیلمش. اینو اصلا انکار نمی کنم که بخشی از اون کششی که ایجاد شده بود قطعا واسه اون هیاهوی جنسی و چی میگن جذابیت و زرق و برق اینطوریش بود، ولی همه ماجرا این نبود. این کتاب یه نطفه ای رو کاشت در ذهن من و دیگه من سراغش نرفتم. یعنی کتاب رو دادم به کتابخونه و به طرز عجیبی دیگه تو کتاب فروشی ها نمیدیدمش. مثلا تو سایت های کتاب فروشی میدیدم ولی کتاب فروش نبود. بعد میشد سفارشش بدم و خب چون داستانش تو ذهنم مونده بود پس ذهنم بود که خب من اینو بالاخره باید تو کتابخونه‌ام داشته باشم. و تا اینکه فکر کنم پارسال بود، پارسال ندا که نمیدونم میشناسیدش یا نه، که از دوستای اینستاگرامی منه که حالا چند باری هم دیگه دیدیم حضوری و پاریس الان، وقتی داشت میومد ایران یه استوری گذاشت که چی لازم داره و من گفتم که من راستش دوستم این کتاب رو فرانسوی داشته باشم به زبان اصلی و نمیدونم این حرکت جوگیرانه بود. صرفا دوست داشتم اگر قراره یه کتاب زبان اصلی داشته باشم بلامی باشه و ندا برای من گرفت و خرید و آورد. شاید حالا چون الان کتابم پیشم نیست شاید عکسش رو یه جاهایی گذاشتم و اینکه برای با اون روزی که رفتم ازش بگیرم رفتم و خونهش برام بخش اول کتاب رو فرانسه خون وای من ازش ویدیو گرفتم. امیدوارم اجازه بده ویدیو شد اینجا استفاده کنم یه کوچولو. Petite. Des cheveux frisés naturellement. موهای فر طبیعی. Séparés par une raie au milieu du crâne. که با یک فرق جدا شده بوده وسط کلش. Il ressemblait bien au mauvais sujet du roman populaire. خیلی شبیه شخصیت رمانای پاپولر بوده، پاپولر عامیانه. آمده بود که نسخه فرانسوی اون کتاب زودتر از نسخه فارسیش اومد توی کتابخونه من و خیلی بامزه است این برای خود من و یه حس غریبی دارم. اصلا من زبان فرانسه رو بلد نیستم، شاید هیچ وقت یاد نگیره، نمیدونم چرا این کارو کردم، ولی خب کتابم اینقدر جمع و جور و گمونیه که میارزید. خلاصه میخوام بگم که من همچین ارتباطی با این کتاب دارم، اما چه خبر این تو و چیا بوده که منو جذب کرده. خب راستش من الان چند بار ویدیو گرفتم و قطع کردم چون می نشینم به گفتن جزئیات این کتاب و سکانس ها و یه سری واژه ها و چیزایی که واقعا وقت میگیرن و این ویدیو اگه بشه 1 ساعت تموم، چند نفری هم که میبینن ویدیوهای منو ممکنه نبینن، واسه همین درز میگیرم حرفامو و تندتر ازشون رد میشم. اگر کسی مایل بود و بخشی از حرفای من براش جالب بود تو کامنت ها یا در قالب وایس تو شبکه‌های دیگه ادامهش میدم. تم اصلی کتاب قدرت، مسئله قدرت و حقارت و ممکنه، یعنی من خودم در خوانش اول اینطوری فکر کرده بودم ولی به الان که دوباره خوندم دیدم اشتباه بود که وقتی کتاب رو میخونید ماجرای جورج که با زنهای مختلف میچرخه، از این زن به اون زن، معشوقه‌های زیادی داره، محبوب دل زن هاست و ازدواج میکنه دوبار، اینها را بخونید فکر کنید که مسئله جورج زنان هستن ولی اصلا همچی چیز نیست. مسئله جورج قدرته. من یه اپیزود پادکست میذارم براتون توی کانال تلگرام، دوست داشتید گوش بدید که تحلیل این ماجراست، کلا قدرت، حقارت و رابطش با عشق. پیشنهاد میکنم گوش بدید. از یونگار این اپیزود با افتخار و اونجا خیلی براتون باز میشه این ماجرا. من اینجا واردش نمیشم ولی میخوام اینو بگم که ممکن در بار اول که میخونید فکر کنید مثلا زنانه، مثلا جورج روی دونجوان بدونید که دونجوان در واقع به مردانی گفته میشه که با زنان خیلی زیادی هستن و
یه جورایی توی آغوش زنهای مختلف به دنبال مادرشون میگردن که خب این در مورد جورج اصلا صدق نمیکنه، که اینکه مسئله جورج پدرشه، داستانو که میخونید متوجه میشین و اصلا مسئلهش مسئله حداقل اصلیش عشق نیست، مسئله اصلیش مادر نیست، پدره، مسئلهش قدرته، مقامه. خب واسه همین اصلا من دونجوان نمیدونم، چون اصلا جورج به این دلیل سراغ زنها میره که یا قدرتش رو ثابت کنه، یا به یه قدرتی برسه، یا حال یه مردی رو بگیره. میدونی گرچه این اصلا جادوی فکر میکنم قلم آقای موپاسانه که یه جاهایی شما واقعا یهو شل میکنی و حس میکنی که آخه جورج دوست داشتنی، و مثلا 5 خط جلوتر میبینی که بابا تو عجب آدمی هستی، چرا این کارا رو میکنی. واقعا به طرز اعجاب آوری زوایای مختلف روان جورج رو به ما نشون میده، یعنی شخصیت جورج رو واقعا میسازه به معنی واقعی کلمه، نه اینکه صرفا یه سری کلیشه های آبکی بیاره و مثلا با استفاده از چند تا نماد رنگ و رو رفته بخواد نشون بده که این آدم چه شخصیتی داره. نه، واقعا تو موقعیت های مختلف به تصویر میکشدش. این که میگم به تصویر میکشه، واقعا این رمان تصویریه ها، چقدر دارم میگم واقعا، یعنی یه جاهایی با کمترین توصیف یک تصویری رو میسازه، یک موقعیتی رو برات جزء به جزء میسازه که تو احساس میکنی داری میبینیش. و شاید یکی از دلایلی که من فیلم این کتاب رو هم دوست داشتم این باشه، چون فیلم اثر سینمایی خیلی جالبی نیست، از لحاظ سینمایی ارزش چندانی نداره، ولی بخوایم در مقام اقتباس بررسیش کنیم به نظر من موفق بوده، اقتباس موفقیه. ببخشید. خلاصه این کلیت یعنی تم اصلی کتابه. اما جورج کیه، چه کارهایی میکنه و چه بخشی از این کتاب جای صحبت داره؟ ما از همون اول کتاب میفهمیم که جورج یک کارمند اداره راهنه که حقوق بسیار کمی میگیره، زندگی بسیار حقیرانه‌ای داره، درآمدش به حدیه که میتونه مثلا تصمیم بگیره در طی روز نهار بخوره یا شام بخوره، چون نمیتونه 2 تا بعد غذا بخوره، با لباس‌های مندرس توی جای خیلی در و داغون داره زندگی میکنه و در واقع این داره زنده میمونه و این اصلا براش خوشایند نیست. چرا که جدای از روحیه بلند پروازی که داره و چیزی که از خودش میشناسه، یه جوان بسیار خوش قیافه که با همون اوضاع در و داغونش هر جایی که میره زنا بهش نگاه میکنن و بهش نخ میدن و دوست دارن باهاش باشن و این دوچندان عذابش میده که صرفا به خاطر اینکه پول تو جیبش نیست نمیتونه داستان عاشقانه ای رو تجربه کنه، نمیتونه با زنها باشه، نمیتونه پتانسیل هاش رو در این زمینه به اجرا در بیاره و این خیلی داره آزارش میده. همون اوایل، یعنی همون چند صفحه اول کتاب، جورج توی یک باری اتفاقی یکی از دوستانش رو میبینه. این دوست که یکی از همرزم‌های قدیمیش رو میبینه که برخلاف جورج نه جوونه، نه خوش قیافه است، نه قد و بالا داره، نه از نظر جورج استعداد خاصی داره و جورج میبینه که این به کجاها رسیده. یعنی اگه اشتباه نکنم سردبیر یا یک پوزیشن شغلی خوب توی یک مجله خیلی خفنه پاریسیه که یه مجله جنجال برانگیزه و صاحب اون مجله یه آدم خیلی کله گنده‌ایه که با سیاستمدارا در ارتباطه و این دوست جورج که فرستیه نام داره و دنیای جدیدی رو به روی در دنیای جدیدی رو به روی جورج باز میکنه. همون موقع بهش میگه که بیا مثلا من زیر بالا پرتو میگیرم و بیا که کار کنیم با هم، بیا فردا شب خونه ما و حتی جورج لباس خوبی نداره بپوشه و اینو بهش میگه و بهش سکه میده که برو لباس بخر. و از اینجا زندگی جدید جورج از لحظه که این سکه ها رو میگیره شروع میشه و اولین کاری که میکنه جورج با اون سکه ها بعد از رفتن فرستیه اینه که به یه فاحشه‌ای که تمام شب داشته بهش نگاه میکرده سکه رو با یه حرص عجیبی نشون میده و اون شب باهاش میخوابه
و اینو تو فیلم خیلی خوب نشون دادن. نمیدونم کارگردان آمدانه این کارو کرده یا اینکه اکت خود بازیگر بوده که خیلی هم نشسته رو فیلم. اینکه دو جا اینو خیلی خوب نشون داده. یکی همینجا که این سکه رو داره به لبش فشار میده و به اون فاحشه نگاه میکنه و نگاه اون بازیگر رابرت پتینسون، دقت کردید یا نه، همینطوری اصلا یه نگاه ترسناکی داره. یکی اینجاست که حالا عکسش رو احتمالاً براتون بذارم و دوم اینجا جاییه که با محبوب ترین مشوقش از نظر خودش، کلوتیلد، که دوست داشتنی ترین زنی که باش هست، وقتی که برای اولین بار میخواد بره خونه‌ای که کلوتیلد اجاره کرده که با هم فقط عشق بازی کنن اونجا، کلید این خونه رو باز دوباره با همون اکت داره فشار میده و این به نظرم این دو تا قسمت توی فیلم بار بخش مهمی از توصیفات کتاب رو دارن به دوش میکشن. اصلا نمیگم اون کار رو دقیقا میکنن، نه، و واقعا کلمات مپاسان یه چیز دیگه است. یعنی اینقدر دوست داشتن که نمیدونم چی بگم، شاید یه جایی رو از روش خوندم. خلاصه که میره و وقتی که میره اونجا، همون ابتدا گانگیش رو نویسنده برامون توصیف میکنه. وقتی که داره از پله های خونه فورستیه میره بالا، به یه آینه ای میرسه که اون آینه یعنی قدی که وقتی رد میشه یه لحظه خودش رو نمیشناسه با اون لباسای جدید و اون جلال و جبروت و یه جور خاصی خودش رو نگاه میکنه و اینو ببینید چطوری نوشته مفصل. با قلب پرتپش و روح مضطرب به کندی از پله‌ها بالا میرفت و به خصوص در ترس اینکه سر و وضع مسخره‌ای داشته باشد در عذاب بود و ناگهان با مردی در لباس تمام رسمی سینه به سینه شد که او را نگاه میکرد. چنان نزدیک هم بودند که دورا میخواست کمی خود را عقب بکشد تا آن مرد بگذرد، ولی حیرت زده بر جا میخکوب شد. خودش بود، تمام قد توی آینه بزرگی که در طبقه اول تا زمین ادامه داشت و سرسرا و پله ها و هر چه را در آن بود در خود منعکس میکرد. چنان سر و وضعش را آراسته تر از آنچه تصور کرده بود یافت که موجی از خوشحالی سر تا پایش را گرفت. اینجا راستش برای من خیلی خیلی یادآور یه سری جزئیات توی رمان تصویر دوریان گری بود که اونم من گذاشتم تو لیست بازخوانی و حتما باید اونم یه بار دیگه بخونم چون خیلی چیز ازش یادم نیست، ولی برام یادآور اون بود. اگر خونده باشید میدونید چی میگم. خلاصه که از اینجاست که دیگه جورج میگه که من ببخشید چیم از این آدما کمه، از این آدمای خرفته پولدار، چرا من نداشته باشم، چرا من یه معشوقه آنچنانی نداشته باشم، یه زن آنچنانی، مخصوصا وقتی زن فورستیر رو میبینه، دومار، که به نظر من دومار نسخه مؤنث ژورژه. یعنی در دسته زنان یک زن خیلی خوش قیافه، یک شخصیت قوی، مقتدر، جذاب و بی‌اعتنا به مردان. یعنی دور و برش همیشه پر از مرده، مثل جورج که دور و برش پر از زنه، یعنی اصلا اهمیتی چندانی براش ندارن. کما اینکه تنها زنی است که هیچ وقت به جورج نه التماس میکنه نه ابراز علاقه خاصی میکنه و با اینکه با هم ازدواج هم میکنن و اینها، جورج براش اهمیت چندانی نداره. حتی همون اولم که جورج رو میبینه، یعنی با هم تنها میشن که با هم کار کنن و بهش کمک کنه به جورج که یک مقاله بنویسه برای مجله، خیلی محکم بهش میگه که من قرار نیست معشوقه تو باشم، اینو تو کلت و فرو کنی. و واقعا هیچ وقت معشوقه جورج نمیشه، یعنی باشه ازدواج میکنه ولی اصلا معشوقش نمیشه. و این تنها باریه که یه زن انگار جورج رو پس میزنه. خلاصه جورج میاد و خودشو تو دل دومار، کلوتیلد که اونم زنه ای که از سران کشوریه ولی چهارش هیچ وقت نیست، از این سفر به اون سفره، و کلوتیلد یه زنه بسیار خوشگل و تو دلواروه که اولین معشوقه جورج میشه و زن سردبیر مجله که یه خانوم سن بالاییه که مذهبی سنتیه و جورج حتی اون رو هم از راه بدر میکنه. با اینا آشنا میشه، خودش رو تو دل تک تک اینا جا میکنه. پس همینجاست که بقیه مردم تک تک شروع میکنن از جورج متنفر شدن
چرا؟ حالا این خیلی جالبه. یعنی شما اگر سرسری بخونید کتاب رو، یا اگر یه نویسنده نابلد کتاب رو نوشته بود، ممکن بود اینطوری حس کنید که خب دیگه ژورژ خیلی شخصیت ویژه‌ای نیست، مثلا مثل خیلی از مردای هوسرانه، یا چه میدونم مثلا حالا الان فرق ژورژ با بقیه جامعه چیه، چون انگار همه توی اون جامعه، حتی توی این محفلی که موپاسان به ما نشون میده، همه میدونن که مثلا زن مشوقه دارن، مردم مشوقه دارن، همه میدونن که زن دارن به شوهرشون خیانت میکنن، شوهرها دارن به زنشون خیانت میکنن، دولت داره به مردم خیانت میکنه، یک فریب عیانی در فضا جریان داره. ولی چی ژورژ رو متمایز میکنه؟ اینکه ژورژ علاوه بر این که به زنان اهمیت خاصی نمیده، یعنی هدفش زنان نیستن، اما در این حال یک لطافت‌های روحی داره، یه روحیه شاعرانه گوگل مگولی داره که باعث میشه زیبایی زنها رو یه جور دیگه ببینیم. یعنی مثلا همون روزی که کلوتیل رو برای اولین بار میبینه، وقتی توصیفش میکنه، مثلا چه میدونم برجستگی های بدنش یا همچین چیزی رو توصیف میکنه، مثلا به گوشواره الماسش دقت میکنه، به ظرافت دستاش دقت میکنه، و این چیزیه که متمایزش میکنه از بقیه مردا، و اینطوری میشه که زنها اصلا ترجیح میدن، یعنی میگن که بیا منو گول بزن، اصلا مهم نیست. کلوتیل وقتی میفهمه ژورژ با لومار ازدواج میکنه، اصلا براش هیچ اهمیت خاصی نداره، این همون روزی که میشنوه یکم گریه میکنه، ولی بعدش دوباره بهش بازیاشون ادامه میدن و انگار نه انگار. یا اون زن سمبولایی که ژورژ واقعا با پدر سوختگی از راه به درش میکنه، یه جاهایی میگه حتی کتکم بزن، فحشم بده، هر کاری کن، ولی میمون، معشوقه من باقی بمون. و خیلی ترسناکه، یعنی حقارت این زنها اینقدر عجیب غریبه. و شما میبینید که اول کتاب اینا دارن با چه دبدبه کبکبه معرفی میشن، و میبینید جلوتر بلا استثنا همشون به جز دومار به دست و پای ژورژ میفتن که با ما بمون تو رو خدا. واقعا حیرت آور و این خیلی زیبا موپاسان نوشته و ژورژ لذت میبره. یکی اینکه براش مهمه به واسطه این زنا توی محفل‌های مرداشون راه پیدا میکنه و حالشون رو میگیره. یکی هم که هی انگار داره به خودش یادآوری میشه که تو چقدر خفنی، تو چه لیاقت‌هایی داری، ببین مثلا کی جلوت زانو زده. و این واقعا عجیب غریبه. حالا یه سری چیزا هست که گفتم ماجرا حقارته، و مثلا همون اول موپاسان میگه که ناچیز به دنیا اومده بود و ناچیز از دنیا قرار بود بره. و چرا؟ چون پیشینه خانوادگی این آدم، پدر مادر این که تو روستا دارن زندگی میکنن و پاشون تا حالا از روستا بیرون نذاشتن، و هر هفته هم برای ژورژ نامه مینویسن و مثلا هیچ چیز خاصی هم ندارن بگن، از آب و هوا گفتن، از اینکه رفتیم کلیسا دعا خوندیم و همین. و ژورژ از این زندگی متنفره. و یه جایی که جلوتر با دومارل ازدواج کرده، وقتی که برای ماه عسل میرن اونجا، میبینیم که خیلی جالب مینویسه موپاسان، اینا دارن با کالسکه میرن اونجا و این کالسکه از جلو پدر مادرش رد میشه و پدر مادرش اصلا نمیشناسن پسرشون، چون تصورشون پسر ژنده پوششونه با یه دختری مثل خودش. و میبینن که ژورژ که خب سر و ریختش کلا فرق کرده و کنار یک زنی که اصلا خب از عیانزاده های پاریسیه و جبروت خاصی داره، و می‌بینی که پدر ژورژ هم شبیه ژورژه، یعنی نگاه خیلی بدی اون زنه داره، یه حرصی داره، و مادر ژورژ هم با یه حسادت عجیب غریبی اون دختر رو توصیف میکنه. این پیشینه خانوادگی ژورژه. و وقتی که شما میبینی پدر مادرش رو میخونی در موردشون، میبینی که همه چیز با هم جور در میاد. خب دیگه چیا بهتون بگم؟ خیلی حرف دارم واقعا، دوست دارم یه جایی از کتاب رو مثلا بخونم. یه چیزی کلا شخصیت های کتاب هر کدوم خیلی حرف میشه در موردشون زد. کلوتیل دومار، اون خانومه سوزان، یه دختر بچه
17-18 ساله که آخر سر زن جورج میشه و همه شهر دهنشون باز میمونه که چطوری این زن این شد، با مثلا چند میلیون یورو جهیزیه و اون دختر یکی از مهمترین آدمای شهر همسر جورجی میشه که تا همین چند وقت پیش کارمند اداره راهن بوده. روابط دومار با مردهای دیگه، نمادهایی که تو کتاب و فیلم استفاده شده، مثلا یه بازی هست که توی اون اداره انجام میدن، توی اون دفتر مجله. بیل بوکه اگه اشتباه نکنم، عکسش رو پیدا کنم میذارم، یه حلقه ایه که به توپی وصله و این توپ رو بندازی توی حلقه و خیلی جالبه. توی چپترهای مختلف کتاب، یعنی فصلهای مختلف زندگی موپاسان، میبینیم که جایگاهش و قدرتش رو داره با رکوردی که توی اون بازی میزنه میسنجه و این خیلی نماد زیبایی استفاده کرده. و اینکه مثلا کارمندها دارن اینو بازی میکنن ولی رئیس مجله و بالا دو تا از نزدیکتریناش قمار میکنه توی اتاق دیگه بالای دفتر که جورج رو هم راه نمیده. این جورج هی تلاش میکنه خودش راه پیدا کنه به محفلهای خفن‌تر، ولی مردا راش نمیدن، واسه همین میره سراغ زناشون و زناشون خبرهای مهم میان به این میگن و این به واسطه زنها میره بالاتر. و جالبه که اینو همون اول دومال بهش میگه، تو همون دیدار اول بهش میگه که یادت نره آدمای مهم اینجا مردا نیستن، همسرای مردای مهم شهرن که سرنوشت رو تعیین میکنه و واقعا همینه. و جورج هم که این ابزار رو به خوبی داره ازش استفاده میکنه و خیلی خیلی میره بالا. جوری که توی صحنه آخر رمان که با سوزان ازدواج کرده و دارن از کلیسا میرن بیرون، خب معشوقه‌هاشو میبینه که یکی از معشوقه‌ها مادر خود سوزانه که نمیدونه چی بگه، واقعا نمیتونه بگه که من معشوق این آدمم، نمیتونه تحمل کنه این آدمو کنار دختر کم سن و سال خودش. کلوتیل رو میبینه، دومار رو میبینه و وقتی که داره در میاد بیرون به ساختمان مجلس نگاه میکنه که از کلیسا معلومه و خب ما میفهمیم که قدم بعدیش اینه که بره توی مجلس. جورج تا الان 19 دقیقه شده، یه چند دقیقه هم قبلا صحبت کردم، نمیدونم دیگه واقعا چی بگم راجع به این کتاب. فکر میکنم تا همینجا کافیه. واقعا کتاب خیلی خوب توصیف کرده وضعیت آدم ها نسبت به مفهوم قدرت و مفهوم ناموس، مفهوم تعلق خاطر، عشق. امیدوارم که کلیتش رو خوب گفته باشم و حداقل یه جرقه زده باشم براتون، یا اگر این کتاب رو اصلا نمیشناختید اینطوری باهاش آشنا شده باشید. فقط یه نکته مهم رو نگفتم که چرا اسمش بلامیه. بلامی به انگلیسی میشه، به فرانسه میشه دوست عزیزی، همچین چیزی. و این اسم اولین بار دختر کلوتیلد روی جورج میذاره، دختر بچه کلوتیلد، وقتی که جورج میره خونه‌شون رو باش بازی میکنه و تمام دلبری های خودش انجام میده، اون دختر بچه موقع خدافزی میبوسدش و میگه خدافز بلامی و این دیگه میفته رو زبون بقیه که بهش بگن بلامی و این حرص مردا رو در میاره و زنها با یه اشوه خاصی میگن بلامی و این خودش نکته جالبیه دیگه. واقعا جورج انگار دوست عزیزه برای زنها، حتی اگه تحقیرشون کنه. امیدوارم بعدا تو ویدیوهای دیگه راجع به این مفهوم مثلا صحبت کنم که چی میشه که مردان این چنینی در نزد زنان دوست داشتنی میشن. خب آره یه بخشیش اون عشق بازی و اینجور چیزهاست، ولی فقط همین نیست. همین. مرسی که این ویدیوی بسیار طولانی رو دیدین از منی که بسیار گمنامم و ممنون میشم نظرتون بگید چطور بود، خوب بود. من خیلی وقت ویدیو نگرفتم، نمیدونم مثلا حرفم واضح بوده نبوده و ممنون میشم صحبت کنیم، به هم بگید خوندید نخوندید، با این توصیفات دوست دارید بخونیدش یا نه. و همین. خدافظ.